سوال دیگر، مثلا یگان چیز خریدن به رازگریش می شود. مثلا نومیراک هست، پریز ماندگی، آخری ماه کسی رقمش برد، ممکن که ماشین پدرکه شود. اگر رفت و همین آدم رقمی که خرید رقمی 10 باشد و آخری ماه همین رقم برنده شد و صاحب جایزه شد، همین حلال است در اسلام یا مثل لاتو می شود؟ البته که این همون لاتو هست یا همون قمار است. اگر گفتید من نمیخرم اون رقم یا بلیط رو نمیخرم و ما عادی رقم دادن، یعنی یگان آدم خیرخواه که این گونه آدم ها وجود ندارن در اینترنت که به شما رقم به پول دهند و یکی از ما برد کردیم، این حلال است چون شما پول صرف نکردید. یک بازی که شاید کسی اینجا هدیه گرفته است و به یگان پول، اما شما رقم رو خریدید، عیناً همون میسر است یا همون قمار است که اون حلال اون حرام است و گرفتن اون ماشین هم حرام است. و هر کسی که از این نمود بازی ها، از این نمود بلیط خری هایی که بازیگویان یک چند قمارباز حرام خور که هیچ نترسیده زن و مرد برآمده بازی تشکیل میکنن، اشتراکش هم حرام است. یکی ماشین بریده باشد اون ماشین هم حرام است، باید از اون حرام خلاص شوید و یگان جا بدهید و از اون خلاص شوید و از دادنتون ثواب هم نمیگیرید، اما بودنش یک مال حرام در خانه‌تان حساب می شود. و خیلی گفتم این بازی ها همون قمارهای زمانوی هستند که قماربازهای حرامخور با نام دیگر، یعنی قمار رو با نام بازی در بین مردم جاری میکنند.